به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام دارم خدمت دوستان با قسمت دیگری از مجموعه سیری در گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان. و اما دوستان در این جلسه میخوایم به سبب تألیف گلستان بپردازیم. یک بخشی از دیباچه در واقع سبب تألیف گلستان هست و سعدی میگه چی شد که من تصمیم گرفتم کتاب گلستان رو تألیف کنم. تا هر جایی که رسیدیم امروز بررسی میکنیم و انشالله قسمت‌های باقی مونده میمونه برای جلسات آینده. یک شب تأمل ایام گذشته میکردم و بر عمر تلف کرده تأسف میخوردم و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده میسفتم و این بیتها مناسب حال خود میگفتم. هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. دوستان، تأمل به معنای اندیشیدن هست. اندیشیدنی که عمق داشته باشه. میگه یک شب آم، در حال در بحر اندیشه مستغرق بودم. میگه یک شب داشتم به روزهای گذشته عمرم، به عمری که از من سپری شده میاندیشیدم و بر عمر تلف کرده تأسف میخوردم. طبیعیه ما وقتی فکر میکنیم به گذشته هامون فکر میکنیم، خیلی همون لحظاتی بوده که احساس میکنیم که عمرمون تلف شده. یعنی با پرداختن به یک سری بیهوده کاری ها و پرداختن، حالا گاهی پرداختن به یک سری گناهان، اشتباهاتی که در مسیر زندگی ما ممکنه اتفاق افتاده باشه و اینها مسیر ما رو عوض کرده. عمر ما رو حس میکنیم که دچار نقصان شده، احساس میکنیم عمرمون هدر شده. و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده میسفتم. دوستان، این یک تکه، یعنی این یه جمله‌ای که اینجا آورده شده، چند تا تشبیه خیلی زیبا توش به کار رفته. دقت کنید ببینید، میگه سنگ سراچه دل. اولا اینکه این دل اومده در سختی به یک تکه سنگ تشبیه شده. میگه دل من دچار حس کردم دلم دچار قساوت شده، در سختی مثل یه تیکه سنگه. از طرفی دل کجا قرار داره؟ تو قفسه سینه. میگه این قفسه سینه، اگه از این بعد بهش نگاه کنیم، میگه این قفسه سینه من مثل یه سراچه، مثل یک سرای کوچکی. این دل منم، حالا دلی که سنگ شده، دلی که دچار قساوت شده، دل سنگی من عین یه تیکه سنگ وسط این سراچه. خب، و اما میگه که من داشتم این دل سنگی خودم رو، این دل سنگ خودم رو داشتم با این عشقی که، با این حال محزونی که، حالت افسوسی که به من دست داده بود، این حزنی که وجودم رو فرا گرفته بود و این آب دیدگان و این اشک‌هایی که بر گونه‌های من سرازیر می‌شد، این اشک‌های من مثل الماسی بود که این دل سنگی منو داشت نرم می‌کرد. خب، ببینید اینجا هم باز یک تشبیه دیگه ای به کار رفتش. میگه که این اشکهای من مثل الماس داشت دلم رو نرم میکرد. از دو جهت اشکها الماس تشبیه شده. از یک جهت به خاطر اون صفا، اون درخشندگی که قطره اشک داره، الماس هم داره. میگه این اشکهای من صاف بود، پاک بود، درخشنده بود، درست مثل الماس. از طرفی این اشک‌های من با همه اون نرمی، با همه اون لطافت و رقتی که داشت، مثل الماس، مثل الماسی که سخته. الماس خب یک سنگ قیمتی سخته و اونقدر سختی زیاده که همه سنگ‌های دیگر رو میتونه برش بده. سنگی نیست که الماس رو برش بده، اما الماس همه سنگ‌های دیگر رو برش میده. میگه این اشک چشم‌های من با همه اون رقتی که داشت، مثل مثل الماس میتونست این دل سنگی منو نرم کنه. سفتن یعنی سوراخ کردن. میگه این دل سنگی من رو میتونست چیکار کنه؟ نرم کنه. این تشبیهی که اینجا به کار برده شده، یعنی این اشک ها به الماس تشبیه شده. سعدی این تشبیه رو یک جای دیگه هم در یکی از شعرهای دیگهش هم
دقیقاً این خاصیت آب دیدگان، این خاصیت اشک‌ها که مثل الماس سنگ رو نرم میکنه، دل رو در واقع این دل رو خشوع میبخشه، دل رو نرم میکنه. این تشبیه اشک به الماس تو یک شعر دیگه هم، یکی از اشعار دیگه سعدی هم دیده میشه. سعدی یک ترجیع بند بلندی داره که از چندین بند تشکیل شده و هر کدوم از این بندها هم 7-8 بیته و خیلی طولانیه. یک جایی در این ترجیع بند میگه آهنگ دراز شب ز من پرس، که از فرقت تو دمی نخفتم. بر هر مژه قطره ای ز الماس دارم، که به گریه سنگ سفتم. یه هر مژه من، به هر مژه من یه قطره از الماس آویزه که اینها خاصیتش اینه که حتی دل سنگ رو هم آب میکنه. دارم که به گریه سنگ سفتم، میگه حتی سنگ رو هم سوراخ میکنه. اینجا هم سعدی اومده همین تشبیهی رو که در واقع ما میتونیم در اینجا ببینیم، در اون شعر هم این تشبیه رو آورده. خب این خاصیت دل، این سنگی دل، این قساوت قلب، در واقع ما خب در ادبیاتمون خیلی جاها این تشبیه رو ما میبینیم که دل به سنگ تشبیه شده. میگه فهیه کالحجاره او اشد قسوه. میگه این دل انقدر گاهی میتونه به خاطر گناهان، به خاطر پرداختن به بیهوده کاری، این دل گاهی میتونه اونقدر دچار سختی و قساوت بشه که حتی مثل یه تیکه سنگ بشه. و هی کالحجارة او اشد قسوه. یعنی حتی از سنگ هم میتونه سخت در بشه، حتی از سنگ هم سخته. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی ما میبینیم که این دل سنگ شکافته میشه، یه چشمه ای از این سنگ بیرون میزنه، اما گاهی دلهای آدم ها انقدر سخت و اینها سخت میشه و اینها انقدر قسی‌القلب قلب میشن که دیگه هیچ چیزی در اونها تأثیری نداره، هیچ پندی اونا رو تحت تأثیر خودش قرار نمیده و اونها و اونها در واقع متأثر از هیچ چیزی نمیشن. خب و خیلی جالبه، میگه همین دل سنگ، این قطرات آب دیده، اینها این این حالت قساوت رو برطرف میکنن، دل رو نرم میکنه و به این دل صفا میبخشه. خب و این بیت ها مناسب حال خود میگفتم. میگه من خودم رو خطاب قرار داده بودم، حالت موعظه‌وار داشتم خودم رو نصیحت میکردم در قالب این ابیات. هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمانده بسی. میگه عمر مثل برق و باد میگذره، بر لب جوی نشین و گذر عمر رو ببین. تا چشم به هم میزنیم عمر میاد و میره و فرصت زیادی برای ما نمونده. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. یه کسی که کودکی و نوجوانی و جوانی رو پشت سر گذاشتی و حالا در آستانه میانسالی هستی، دیگه فرصت زیادی برای تو باقی نمونده، اما و در خوابی، یعنی هنوز هم در خواب غفلت فرو رفته ای. مگر یعنی امید است، مگر یعنی شاید، امید است که این 5 روزه باقی مانده، 5 روزه یعنی اندک زمانی که از عمر تو باقی مونده، یه مگر این 5 روزه دریابی. میگه مگر این دریافتن یعنی غنیمت شمردن. میگه امید است که این اندک زمانی که از عمر تو باقی مونده، اون اندک زمان رو درک کنی، دریابی، غنیمت شماری و از فرصتهای خودت استفاده بکنی. این مضمون، این دریافتن، ببینید این استفاده که از این کلمه دریافتن در واقع شده اینجا، یک جای دیگه هم در بوستان آورده شده. میگه بخواهم به کنج عبادت نشست، که دریابم این 5 روزی که هست.
یا بخواهم به کنج عبادت نشست که دریابم این 5 روزی که هست. اینجا هم همین مضمونی که ما در این بیت می‌بینیم، در این بیت گلستان، در این بیتی که از بوستان در واقع من خوندم و آورده شده، اینجا هم ما میتونیم ببینیمش. خجل آن کس که رفت و کار نساخت. خجل یعنی شرمنده، پشیمان، شرمنده. خجل یا خجل. خجل آن کس که رفت و کار نساخت. رفت کنایه از مردنه، کنایه از رخت از این دنیا بستن. میگه اون کسی که از این دنیا رفت و کار نساخت. کار نساخت یعنی چی؟ یعنی مقدمات کار نساختن، یعنی مقدمات کار رو فراهم نکردن، یعنی آماده نشدن. یعنی از این دنیا رفت اما مهیا نکرد خودش رو برای اون دنیا و آماده نشد برای جهان باقی. کوس رحلت زدند و بار نساخت. در قدیم یک سری طبل‌های کوچیک، این کوس رحلت زدن، این کوس رحلت در قدیم یک سری طبل‌هایی بوده که کاروانیان وقتی که می‌خواستن، این کاروان می‌خواسته حرکت بکنه، بر این طبل می‌نواختن. این نشانه این بوده که این کاروان داره حرکت می‌کنه، کسی جا نمونه از این کاروان. حالا این کوس رحلت زدن یعنی چی؟ یعنی در واقع میخواد بگه این نشانه های پیری، یعنی نشانه های گذر عمر داره در ما کم کم با بالا رفتن سنمون در ما پدیدار میشه. یعنی یه جورایی خب داره یک زنگ خطر، یعنی در واقع داره به ما یادآوری میکنه که حواستون باشه که وقت زیادی برای شما باقی نمونده. میگه روی سپید و موی سیاه و قدی چو سرو، شادی و عشق بود بهار جوانیم. مویم سپید گشت و رخم زرد و قد کمان، این است حاصل همه زندگانیم. یه این موی من که سیاه بود حالا سفید شده، رویی که سپید بود و حالا زرد شده و این قدی که کمان شده، اینا همه نشونه های پیریه. مثل همون کوسه رحلت، مثل همون طبلیه که داره میگه فرصت چندانی باقی نمونده، کاروان داره میره، باید وقت رو غنیمت شمرد. میگه کوسه رحلت، خجل آن کس که رفت و کار نساخت. کوسه رحلت زدند و بار نساخت. وقت زیادی باقی نمونده اما این هنوز بار نساخت، یعنی بار سفر خودش رو مهیا نکرد، آماده سفر نشد. خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده راز سبیل. یک جای دیگه در بوستان هم در واقع همین مضمون در بوستان هم، حالا علاوه بر اینکه در گلستان سعدی این رو به کار برده، یک جای دیگه در بوستان هم این رو آورده. میگه آم، میگه تو که از خواب نوشین به بانگ رحیل، نخیزی دگر کی رسی در سبیل. خب این خواب نوشین یعنی خواب شیرین صبح، خواب نوشین بامداد رحیل که خواب شیرین صبحگاهی، مخصوصا وقتی که حالا یه سفری هم در پیش باشه این خواب گاهی شیرین تر میشه. میگه این خواب درسته که شیرینه اما اون مسافر رو باعث میشه اون مسافر از اون قافله جا بمونه، خواب بمونه و نتونه مسیر خودش رو طی بکنه. این خواب نوشین هم تو زندگی ما در واقع میگه این استعاره از این تعلقات مادی زندگیه، این تعلقاتی که ما رو درگیر خودش میکنه و باعث میشه ما از مسیر کمالمون، از اون سیر و سلوک و اون مسیر کمالمون عقب بمونیم، جا بمونیم. هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. هر که آمد یعنی هر کی به این دنیا آمد، هر کی متولد شد، عمارتی نو ساخت. عمارت هم میتونه به معنای، خب میگه هر کی اومد واسه خودش
منزلی ساخت. هم میتونه به این معنا باشه و هم میتونه به این معنا باشه که هر کی که به این دنیا اومد به فکر آبادانی، به فکر این بودش که این دنیاشو آباد کنه. حالا این رفت یعنی از این دنیا رفت، بار سفر بست و منزل به دیگری پرداخت. همون منزلی رو که آباد کرده بود، منزل به دیگری پرداختن یعنی به دیگری واگذار کردن. میگه اونایی رو که این دنیا ساخته بود، اون منزلی که تو این دنیا آباد کرده بود، هر چیزی رو که بهش رسیده بود در این دنیا با خودش نبرد، این رو در اینجا به دیگری یعنی سپرد و راست خودش یعنی برای دیگران به جای گذاشت. واندگر پخت همچنین هوسی، وین امارت به سر نبرد کسی. میگه اون بعدی هم، اونی هم که بعد از این دوباره اون زندگی کرد، اون هم هوس پختن یعنی هوس کردن، یعنی آرزو و خیال در سر پروراندن. و هوس خام پختن یعنی آرزوهای دور و دراز، یعنی آرزوهایی که امیدی به برآورده شدنشون نیست، در سر پروروندن. میگه اون دیگری هم اومد آرزوهای دور و درازی در سر خودش پروراند، اما حقیقت اینه که این امارت به سر نبرد کسی. یعنی این امارت، این اولا اینکه هیچ کسی در سرای دنیا تا ابد باقی نموند، دوما اینکه هیچ کسی این راه رو به سر نبرد، یعنی به پایان نرسوند. هیچ کس نتونست به این آرزوهای دور و دراز خودش تمام و کمال برسه. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. یار ناپایدار اشاره به دنیاست، استعاره از این دنیای فانی. میگه این دنیا گذرانه، این دنیا مثل یک یاریه که سست پیمانه. پس تو به این اعتماد نکن. میگه تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. میگه این دنیا مثل یک یاریه که نمیشه به عهد و پیمانش وفادار بود. خب حافظ هم یک جایی میگه، تشبیه میکنه این دنیا رو، میگه این مثل یک عجوز هزار داماده، مثل یک پیرزنیه که در عقد هزار داماده، این عروس هزار داماد. میگه مجو درستی عهد از جهان سست نهاد. میگه مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. میگه این دنیا مثل یه پیرزن هزار داماده. میگه پس تو از این دنیای فانی، اولا اینکه دوستش نداشته باش، اینو به دوستی خودت نگیر. و اصلا این قدار، اشاره به این دنیا این قدار، این صیغه مبالغه است. میگه این دنیای بسیار فریبکار. میگه این دنیای قدار اصلا دوستی را نشاید این قدار. میگه اصلا این دنیای فریبکار شایسته دوستی نیست، شایسته این نیست که تو این رو به دوستی بگیری. نیک و بد چون همی بباید مرد، خنک آن کس که گوی نیکی برد. میگه چه بد و خوب، میگه چه بد باشی و چه خوب، تو در نهایت ما قرار هستش که بریم، قرار هستش که برای اینکه حالا ادامه اون مسیر کمالمون رو در عوالم دیگه طی بکنیم، در نهایت ما از این دنیای فانی باید رخت ببندیم، باید بریم از این دنیا. حالا چه خوب باشیم چه بد، حالا چه بهتر، یعنی خوش به حال خنکان کس، یعنی خوش به حال اون کسی که گوی نیکی برده. گوی نیکی برد یعنی در نیکی از دیگران سبقت گرفت. این اشاره به همون بازی گوی و چوگان داره. توی این بازی هر کسی که بتونه اون گوی رو در واقع اون گوی رو بتونه، میگن در اصطلاح میگن گوی رو بودن، یعنی کسی که بتونه اون گوی رو از دیگران در واقع ببره، اون در واقع پیروز شده، در واقع سبقت گرفته از دیگران در اون بازی. میگه خوش به حال اون کس که در نیکی کردن از دیگران سبقت گرفت. گوی نیکی برد یعنی سبقت گرفت از دیگران. برگ عیشی به گور خویش فرست،
کس نیارد ز پس، ز پیش فرست. برگ همون ساز و برگه، همون لوازمه، همون چیزهایی که ما برای زندگی، برگ عیش یعنی همون ساز و برگ، همون لوازمی که ما برای عیش یعنی برای زندگی بهش نیاز داریم. میگه حالا ما تو اون دنیا هم نه تنها اینجا، بلکه ما در سرای دیگه هم یک سری لوازمی میخوایم برای زندگیمون. اونجا هم یک مرحله از حیات ما هست، یک مرحله از زندگی ما هست، زندگی پس از مرگ. میگه تو برای اون دنیای خودت، برای دنیای دیگه، با کارهای خوبی که میکنی در این دنیا، برای اون دنیای خودت یک لوازمی مهیا کن که برگ عیشی برای اون دنیای خودت، لوازمی، در واقع لوازمی برای زندگی پس از مرگ خودت آماده بکن، یک توشه فراهم بکن. کس نیارد ز پس، ز پیش فرست. میگه حالا سعدی توی یکی از قصایدش هم میگه همین مضمون رو، میگه ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید پیش کار. خب حالا که فرصتی هست، برگ عیشی به گور خویش فرست. کس نیارد ز پس، ز پیش فرست. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه غره هنوز. میگه عمر، این عمر ما مثل برفه. عمر رو تشبیه کرده مثل برف. برف خاصیتش چیه؟ برف خاصیتش اینه که زود آب میشه، مخصوصا اگه آفتاب بهش بتابه. میگه عمر ما این عمر ما مثل برفیه که حالا آفتاب تموز داره بهش میخوره. تموز یکی از ماه‌های رومی هست، دهمین ماه رومی و برابر با مرداد ما هستش. دیگه شما تصور کنید که یه برفی یه جایی باشه و آفتاب مرداد ماه، یعنی گرمترین ماه سال، آفتابش به این برف میتابه و شما تصور کنید که چقدر این برف زود آب میشه. و خیلی زیباست. ام، یک تشبیه دیگه ای هم که در ذهن من هستش، این عمر ما مثل یخ میمونه و در واقع ما مثل اون یخ فروشی هستیم که این سرمایه عمر ما، این یخ سرمایه ماست و وقتی که این یخ اگه براش مشتری پیدا نشه و این یخ اگه آب بشه، در واقع ما از سرمایه خودمون ضرر کردیم. یه وقتی هستش که ما از سود ضرر میکنیم. خب کسی میاد خب کالای ما رو، مثلا اگر ما یک فروشنده‌ای باشیم، کالای ما رو کسی میاد و به قیمت حالا مایه، به قیمت اون چیزی که ما اون کالا رو خریدیم، اون از ما میخره. ما در سودمون ضرر کردیم. اما گاهی مثل اون یخ فروش که تمام سرمایهشون یخه و اگه اون یخ آب بشه، اون از در واقع از سرمایه خودش ضرر کرده، این خیلی خسران عظیمیه. زمانی که ما از سرمایه خودمون ضرر میکنیم و در واقع عمر ما همین سرمایه ماست. وقتی که ازش به خوبی استفاده نکنیم، ما در سرمایه خودمون که این عمر ماست، در واقع ما ضرر کردیم و دچار خسران شدیم. عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند. یعنی این عمر اندکی ازش موند، چیز زیادی از این عمر ما باقی نموند. اندکی ماند و خواجه غره هنوز. خواجه غره هنوز هم ما میتونیم، یعنی این کلمه غره رو ما به صورت غره هم میتونیم بخونیم. خب میگه عمر خیلی ازش نمونده، اما خواجه، میگه هنوز. خواجه در قدیم به بزرگان، یعنی لقبی بوده که به بزرگان میدادن. خواجه لقبی برای کسانی بوده که حالا منصب بالایی داشتن، بهشون میگفتن خواجه. و میگه این میگه انسان، میگه آدمی هیچ توجهی نداره به اینکه فرصت زیادی از عمرش باقی نمونده. قره یعنی هنوز هم فریفته است، هنوز هم مغروره. مغرور و قره یعنی فریفته این دنیاست، یعنی دچار فریب این دنیا شده و هنوز هم این حقیقت رو درک نکرده، در غفلته. ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. میگه ای کسی که با دست خالی، میگه با
دستهای خالی از سکه. میگه تو چیزی در دستت نداری اما برای خرید گویا به بازار رفتی. میگه کسی که با دستهای خالی به بازار رفتی، حالا اینجا منظور بازار آخرت، میگه ترسمت پر نیاوری دستار. میگه تو با دست خالی رفتی. ترسمت یعنی ترسم یعنی در واقع کنایه از یقینه. میگه یقین دارم که تو با این دستهای خالی پر نیاوری دستار. دستار یعنی دستمال، یعنی دستمال تو خالی برمیگردونی، چون تو چیزی نبردی، یعنی سرمایه نداری، چی با خود سکه‌ای نبردی که بخوای از بازار خریدی بکنی. پس من یقین دارم که تو با دستهای خالی برمیگردی. این واژه ترسم که در واقع کنایه از یقین داشتن هستش، این رو ما در جاهای دیگه هم میبینیم. میگه آم، ترسم نرسی ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. اینجا هم ترسم به معنای یقینه، در واقع اون معنی ظاهری خودش رو نداره. یه تویی که داری دور میشی، در خلاف جهت کعبه داری راه در واقع رهسپاری میکنی، من یقین دارم که تو نمیرسی. و خب نمونه های دیگری هم در ادبیات ما داریم. میگه ترسمین قوم که بر دردکشان میخندند، بر سر کار خرابات کنند ایمان را. اینجا هم همون معنی داره. این ترسم یعنی یقین دارم این قومی که به اون کسانی که شراب می نوشن اونها رو تمسخر میکنن، خودشون، میگه یقین دارم خودشون هم بر سر کار خرابات کنند ایمان را. و خیلی جالب هستش کاربردهایی که این واژه در ادب ما داره. هر که مزروع خود بخورد به خوید، وقت خرمنش خوشه باید چید. مزروع یعنی اون کشت، یعنی اون محصول. میگه هر کی اون محصول خودش رو، اون در واقع اون چیزی رو که کاشته بخورد به خوید. دید همون کشت گندم و جو، اون غلاتیه که نارست هست، یعنی خوشه بسته اما هنوز حالت سبزه، یعنی هنوز اون زردی رو پیدا نکرده، هنوز اون رسیدگی رو پیدا نکرده و به حالت سبز و نارسته. میگه هر کسی که اون کشته خودش رو، محصول خودش رو در حالی که نارسته، هنوز نرسیده، این رو میفروشه، پیش فروش میکنه و بهایی رو هم که از اون میگیره اون رو هم خرج میکنه. میگه هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید چید. میگه وقتی که زمان درو فرا میرسه این دیگه باید خوشه چینی کنه، این دیگه تهیدست میشه، پس به ناچار باید خوشه چینی کنه. خوشه‌چین ها هم کسانی بودن که چون فقیر بودن، زمانی که حالا اون صاحب خرمن محصولش رو درو می‌کرده، این تک تک خوشه های باقی میمونده، اینها رو رها می‌کردن برای کسانی که حالا فقیر هستن. میمدن این اون خوشه‌چین ها میمدن این خوشه های باقی مانده رو دونه دونه اینها رو برداشت می‌کردن و یک چیزی برای خودشون جمع آوری می‌کردن. میگه ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. و این اصطلاح خوشه چین در واقع اشاره به اون فقرا، به اونها داره. بعد از تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن از صحبت فراهم چینم و دفتر از گفته های پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم. زبان بریده به کنجی نشسته صم البکم، به از کسی که زبانش نباشد اندر حکم. بعد از تأمل این معنی میگه وقتی که اندیشیدم، به این مسئله اندیشیدم، مصلحت رو در این دیدم که در نشیمن عزلت نشینم، یعنی گوشه نشینی اختیار کنم و دامن از صحبت فراهم چینم. صحبت یعنی همنشینی، یعنی همنشینی با مردم. و میگه دامن از صحبت فراهم چیدن یعنی گوشه گیری کردن، یعنی از خلق گوشه گیری کردن، یعنی عزلت و گوشه نشینی اختیار کردن.
و دفتر از گفته های پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم. دفتر از گفته شستن یعنی دفتر شستن، یعنی این محو کردن. دفتر شستن یعنی در واقع کنایه از محو کردن اون نوشته هایی هستش که در واقع حک شده به روی اون دفتر. میگه بشوی اوراق اگر هم در سماعی، که علم عشق در دفتر نباشد. در واقع یعنی اون چیزهایی رو هم که تا حالا نوشتم اونها رو هم محو کنم، اونها رو هم پاک کنم. بعد از این هم پریشان نگویم. پریشان یعنی چی؟ گفته های پریشان یعنی حرف های بیهوده، یعنی گفته های پراکنده، چیزی که کسی سودی ازش نمیبره. زبان بریده به کنجی نشسته سمان حکم، به از کسی که زبانش نباشد اندر حکم. میگه سکوت اختیار کردن خیلی بهتر از اینه که تو حرفی بزنی که این حرف بیهوده باشه و به درد کسی نخوره، منفعتی برای کسی نداشته باشه. حکم یعنی حکمت، یعنی حرفی که متقنه، یعنی حرفی که استواره، یعنی حکمت، یعنی سخنی که همراه با اندیشه هست. و این میخواد بگه که من در نهایت به این نتیجه رسیدم که سکوت اختیار کنم، یعنی از خلق گوشه نشینی اختیار کنم و سکوت در سکوت خودم عمر سپری کنم. اما حالا در ادامه دیباچه ما میبینیم که اتفاقی پیش میاد و مصاحبتی سعدی با یکی از دوستانش داره و این موضوع باعث میشه که تصمیم بگیره که از اون حالت سکوت بیرون بیاد و در واقع این کتاب گلستان رو تعلیف کنه. انشالله در جلسات آینده ما ادامه دیباچه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دوستان شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله که موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.